روزها نام هتل اسپیناس پالاس تهران حسابی سر زبانها افتاده است. این هتل گران قیمت‌ترین و البته مرموزترین هتل ایران است که در شمال غرب تهران و در ارتفاعات خوش آب و هوای منطقه سعادت‌آباد واقع شده است. هتل اسپیناس پالاس تهران با طراحی چشم نواز و برخورداری از فناوری‌های پیشرفته و دکوراسیون مدرن مجلل‌ترین هتل ایران به شمار می‌رود. روز 30 فروردین 1403 یک تاریخ دیگر برای ثبت در حافظه ملتی بود که به چوب و رخت شبانی گرگ‌هایی فریفته شدند که سالهاست آشنایان گله‌اند. در این روز جشن عروسی دختر علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی، در هتل مجلل اسپیناس پالاس برگزار شد و یک بار دیگر سیاست دوگانه مسئولین حکومت را برملا کرد. همزمان با این مراسم گشت ارشاد به خیابان‌های کشور برگشت و مردم نشسته بر سر سفره‌های خالی شنیدند که رسانه‌های حکومتی حساب کردند بزم کوچک ستایش شمخانی در هتل مجلل اسپیناس پالاس میلیاردی بوده است. در شبکه‌های اجتماعی هم یک خبر عجیب منتشر شد با این عنوان که پاسدار شمخانی یک صندل تمام طلا به دخترش در شب عروسی هدیه داده. که کاملا طلا، عیار 22، وزن 1 کیلو 200 گرم، دستمزدش هم $1500، یعنی کلا $1500 روی قیمت طلا محاسبه میشه و ارائه میشه خدمت مشتریان. فریبرز کلانتری روزنامه‌نگار درباره این ازدواج جنجالی میگوید ستایش شمخانی با فردی به نام مهدی عرفانی ازدواج کرده، تمام جهیزیه و لباس عروس با احتیاط بالا از ترکیه وارد شده تا مانند رسوایی سیسمونی گیت نوه قالیباف گیر نیفتند و برای زمان اقامت آنها در تهران یک منزل 400 متری در خیابان ب، احتمالاً خیابان بوکان منطقه نیاوران اجاره شده است. گفته می شود برای لو نرفتن عروسی به صورت محدود کارت عروسی با نام کوچک عروس و داماد تهیه شده، اما پس از رسانه‌ای شدن مراسم تمام تلفن‌های همراه مهمانها با کمک تیم حفاظت علی شمخانی در بدو ورود به سالن گرفته شده است. ستایش شمخانی اقامت انگلیس را دارد و داماد نیز مقیم فرانسه بوده و از هدیه‌های رد و بدل شده تا به حال از صندل تمام طلا نام برده می شود برای سیندرلایی که گفته می شود پدرش قبل از انقلاب 57 با برادرانش در آخر آسفالت اهواز برای یک لقمه نان چاقو کشی می کرده و جیبزن محل بوده است. حالا اما علی شمخانی از پاسداری به آدمیرالی رسیده و گزارش کوتاهی از ثروت افسانه‌ای او هوش از سرها می رو باید. قبل از اینکه ببینیم علی شمخانی چقدر ثروت دارد، نگاهی بیاندازیم به اینکه هتل اسپیناس پالاس چگونه جایی است که هم لاکچری ترین هتل ایران است، هم محل برگزاری عروسی فرزندان حکومتی ها و هم سفارت عربستان سعودی. نگاهی به گذشته نه چندان دور نشان می‌دهد این هتل در زمینه بحث‌انگیزی مانند واکسن هم فعالیت‌هایی داشته و همین حالا آدرس و محل استقرار تنها تولید کننده محصولات بیوتکنولوژی پزشکی در ایران است. در زمان همه‌گیری کرونا خبرهایی منتشر شد از اینکه هتل اسپیناس پالاس محل رد و بدل واکسن کرونا برای حکومتی‌ها و ثروتمندان جامعه بوده است. یک مورد دیگر که این هتل را مرموز جلوه می‌دهد آن است که اسپیناس پالاس سالها سفارت غیررسمی عربستان سعودی بوده. در دی‌ماه 1394 پس از اعدام شیخ نمر، آخوند مخالف دولت عربستان، گروهی از ارزشی‌ها به سفارت عربستان حمله کردند. وزارت کشور عربستان در آن زمان اعلام کرد این شیخ در میان 47 نفری است که به اتهام اعمال تروریستی اعدام شدند. پس از اعلام خبر اعدام او، عده‌ای که بعدها خودسر نامیده شدند، در مشهد به ساختمان کنسولگری عربستان حمله کردند، پرچم عربستان را از ساختمان کنسولگری آن کشور پایین کشیدند و برخی از آنها مواد آتش‌زا به ساختمان کنسولگری پرتاب کردند. در تهران نیز تجمع در برابر سفارت انجام شد که تعدادی از تجمع کنندگان وارد سفارت شده پس از تخریب اموال داخل ساختمان بنای داخلی سفارت را به آتش کشیدند. عربستان سعودی پس از این وقایع روابطش را با جمهوری اسلامی قطع کرد.
سفارت خود را در تهران و کنسولگری را در مشهد تعطیل و دیپلمات‌هایش را از ایران خارج کرد. همزمان سفارت و کنسولگری جمهوری اسلامی را در ریاض و جده تعطیل و دیپلمات‌های ایرانی را اخراج کرد. نکته عجیب اما این بود که هتل اسپیناس پالاس تبدیل به سفارت غیررسمی عربستان شد و این کشور یک طبقه از این هتل را برای مدتی طولانی رزرو کرد و در اختیار گرفت، یعنی از دی‌ماه 94 تا اسفند 1401 که با میانجیگری چین با جمهوری اسلامی بر سر از سرگیری روابط و بازگشایی سفارتخانه‌ها توافق کرد. جالب است بدانید دیپلمات‌های عربستان مدت هاست در این هتل اقامت دارند و در مهر ماه سال گذشته روز ملی عربستان را در این مکان جشن گرفتند و جالبتر آنکه مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه در رقص شمشیر آنها حضور پیدا کرد و با شال سبز عربستانی با آنها به رقص برخاست. با توجه به آنچه گفته شد، انتخاب هتل اسپیناس پالاس برای اقامت رونالدو هم پشت پرده این هتل را مرموزتر می کند. در زمان برگزاری لیگ قهرمانان آسیا، تیم فوتبال النصر عربستان که رونالدو را در اختیار دارد، برای دیدار مقابل پرسپولیس به تهران سفر کرد و هتل اسپیناس پالاس به عنوان مکان استقرار رونالدو انتخاب شد. اقامت رونالدو و تیم همراه برای هتل اسپیناس میلیاردها تومان درآمد داشت. اما آیا دلیل اقامت این مشهورترین چهره فوتبال فقط لوکس بودن و گرانی این هتل بود یا پشت پرده های دیگری هم داشت؟ درباره اینکه هتل اسپیناس پالاس مال چه کسی است فقط میتوان به این نام‌ها برخورد کرد: صاحب امتیاز ماریا کاندیش آلمانی و مالک علیاصغر امیری اهل یزد. و اینکه اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی در مراسم افتتاحیه هتل مرموز حاضر بوده. و نکته جالب دیگر که احتمالاً تصادفی است این است که تاریخ افتتاح هتل دی‌ماه 94 است، همزمان با حملات به سفارت و کنسولگری عربستان و قطع روابط دو کشور. حالا از میان ده‌ها و شاید صدها اتفاق امنیتی در این هتل مرموز، عروسی دختر علی شمخانی از پرده بیرون افتاده است. چرا این چهره سیاسی، نظامی و امنیتی این هتل را برای برگزاری مراسم عروسی انتخاب کرده؟ شاید مهمترین توجیه این باشد که هتل اسپیناس پالاس هم مثل خود او هتلی است سیاسی، نظامی و امنیتی که لیستی از مراسم بسیار مهمتر حکومتی در پشت پرده آن وجود دارد که مردم عادی هرگز از آن با خبر نمی‌شوند و به همین دلیل این هتل از نظر امنیتی به شدت حفاظت شده است و امنیت حکومتی‌های صاحب قدرت و ثروت را به خوبی حفظ می‌کند. ثروتمندان و قدرتمندانی مانند علی شمخانی که چند سال پیش مهدی صدرالساداتی ویدیویی منتشر کرد از ملکی 2600 متری در خیابان فرشته تهران متعلق به همسر او. ارزش این ملک 2 سال پیش 1000 میلیارد تومان برآورد شده بود و امروز با توجه به تورم نمی شود دیگر صفرهایش را شمرد. اینجا منطقه الهی است، گرونترین و لاکچری ترین منطقه فکر میکنم کلی. توی این همه برجای سر به فلک کشیده و لاکچری این پروژه رو شما مشاهده میکنید با این زمین توی این موقعیت مناسب. اینکه صاحب عرض کنم برج‌های بزرگ شده، شرکت‌های متعدد در خارج از کشور داره، عرض کنم که از این فرصت‌های توزیع منابع اینا بهره مند شدن. تعداد زیادی شرکت‌های بازرگانی تو همین کشورهای عربی دارن، عرض کنم نفت کشور رو میفروشن. حتما باید بچه آقای فلانی روزی 1 میلیون بشکه نفت بفروشه. صدرالساداتی و دیگر افشاگران حامی حکومت اما منتقد و موسوم به عدالتخواه افشا کرده بودند که شرکت آدمیرال که از سال 1390 راه اندازی شده متعلق به حسن و حسین، 2 پسر علی شمخانی است. یکی از کشتی‌های آنها مدتی پیش در هند توقیف شد. حسین شمخانی همان جوانی است که چند سال پیش در برنامه مثلث شیشه‌ای کنار پدرش ایستاد و اعلام کرد شغل آزاد دارد و پدرش گفت این کار آزاد پسر به دولت و حکومت هیچ ربطی ندارد. زنده باشی. شما الان چند سالتونه؟ 24 سال. 24 سال. چیکار داری میکنی؟ کار آزاد. شغل آزاد؟ خب پدر مثلا یه جایی براتون کار جور نکرد تو مجبور بود؟ پارتی بازی نکردی؟ من یک توصیهشون کردم که هرگز سراغ کار دولتی نرو.
بره برای خودش کار آزاد. بره برای خودش کار آزاد و هیچ کاری هم با کار آزادی که به دولت هم مرتبط نبود. حالا خیلی ها میگویند ذهنتان درگیر خبر مراسم عروسی لاکچری دختر علی شمخانی نشود، زیرا خرج این مراسم در مقایسه با غارت این خاندان قطره‌ای است در برابر دریا. آنها میگویند پسرهای شمخانی 2 میلیارد دلار سر بانک ملت را کلاه گذاشتند و وقتی مدیرعامل این بانک پیگیر ماجرا شد، به طرز مشکوکی از دنیا رفت. در دی ماه 1402 رسانه‌ها خبر دادند که رضا دولت‌آبادی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره بانک ملت درگذشت. بعضی رسانه‌ها علت درگذشت او را گاز گرفتگی و بعضی دیگر سکته قلبی اعلام کردند، اما همه اذعان داشتند که او مدیری خوشنام و موفق بود، مردی که احتمالاً تن به فساد پسران شمخانی نداد و حذف شد. پس از مرگ او کشتی 1000 میلیاردی متعلق به مافیای شمخانی توسط بازپرسی به نام نصیری رفع توقیف شد و بدهی آنها به بانک ملت هم پایمال شد. ملاحظه می شود که مافیا پرکارتر و سیاهکارتر از آن است که بتوان تصور کرد و هتل اسپیناس پالاس هم پشت پرده‌ای تاریک در همکاری با این مافیا دارد. جالب است که روز گذشته یکی از اعضای مافیا، احمد رضا رادان، اعلام کرد مهمترین مسئله برای ما حجاب است و در همایش حمایت آخوندهای قم از جنگ حکومت علیه زنان ایران احساساتی شده و ظاهراً اشک ریخت. نیروی انتظامی تشکر تشکر. پلیس فداکار تشکر تشکر. ممنونیم از حضور همه شما سروران معظم. بزرگ گرچه گریه رادان را بسیاری متظاهرانه تفسیر کرده اند، اما از دیدگاهی دیگر او می گرید زیرا باور نمی کرده همین تعداد پشتیبان را هم داشته باشد. شیخ حسین انصاریان گفته نماز جماعت در کشور به خط پایان رسیده. به 4 تا مسجد اطراف حرمها نگاه نکنید. در بسیاری از شهرها درب مساجد بسته است. این حرف یعنی شاید مردم ارتباط مافیایی میان شمخانی، رادان، هتل اسپیناس و بسیاری دیگر را دقیقاً متوجه نشوند، اما احساس می کنند کلاه بزرگی سرشان رفته است. اسفندیار عبداللهی، دبیر سیاسی دیدار نیوز، فعال اصلاح طلب، با اندوهی تلخ می گوید کاری از دستش بر نمی آید. او می گوید ما دیگر تمام شدیم. با این سبیلم چه کاری از دست من برمیاد؟ با این بازوم چه کاری از دست من برمیاد؟ بی بازو، با بازو، بی سبیل، با سبیل، پدر، مادر، هر کسی که باشی، اگه بچت رو زیر دست پا له بکنن، اگه زنت رو بکشن توی بند، ولی همین که وارد حریم خصوصی شما بشن و زن بچت و هموطنت و خواهرت و مادرت و همکارت و بکشن، ببرن، بزنن، اعتراف اجباری بگیرن، پدرشو در بیارن، اعتراف بگیرن خاطر یه پارچه، واقعا مرگ آفرینه. ما تمام شدیم. حسین قدیانی، جوانی از ارزشی‌های سابق که سید علی خامنه‌ای را می‌پرستید و حالا از او روگردان شده، یادداشت تأمل برانگیزی نوشته که نشان می‌دهد عملکرد مافیای فاسد باعث شده خیلی‌ها حتی حامیان حکومت از پهلوی‌ها شرمنده باشند. حسین قدیانی از مردان حکومت خواسته از شهبانوی پهلوی که هنوز زنده است عذرخواهی کنند. او فرح پهلوی را شهبانوی قلب‌های ایرانی‌ها نامیده و نوشته از بچگی در گوش ما کردید پهلوی دزد بود. کدام طیفتان دزدی کدام طیفتان را برملا نکرده؟ گفتید هویدای بهایی اهل زمینخواری بود، همان زمینی که صدیقی خورد و شما در عوض هویدا را اعدام کردید، اما برای آخوند مصباحی است نسخه برخورد مؤمنانه پیچیدید. با اعترافگیری از امثال حسین فردوس در سخنی فاقد کمترین اعتبار به محمد رضا انگ لبات چسباندید. گند با جناحهای خودتان درآمد. گفتید کاخ شاه کاخ بچه بازها بود. توسی خودتان قهوه‌ای از کار درآمد.
گفتید شاه اگر تمکن نظامی هم داشت همه منوط به اذن آمریکا بود. حتی در این مورد هم این خودتان هستید که قبل از حمله مبتذل به اسرائیل با موشک‌هایی که لذت مسیر را مافوق مقصد می‌دانستند آمریکا را از همه چیز مطلع کردید. باری شما به ما گفتید شاه عین آب خوردن دروغ میگفت. همه وعده‌های خودتان دروغ و دوز و کلک از آب درآمد و حتی وعده راه اندازی گشت ارشاد مسئولین هم فقط جنبه تبلیغاتی داشت. شما گفتید پدر همین شاه به زور میخواست خود را قیم پوشش زن ایرانی کند. این را هم خودتان مرتکب شدید تا یک بار برای همیشه ثابت کنید بیماری زمینه ای را هم آنقدری که خودتان دارید مهسا نداشت. شما از تحکم پهلوی گفتید ما با بازداشت آیدا شاکرمی حتم کردیم نیکا هم کار خودتان بود که جان باخت. شما گفتید دین و دنیای مردم را به واسطه انقلاب اسلامی آباد می کنید. هرچه رحمت بود خریدید برای شاه و پدرش. خمینی‌تان گفت نسل‌های بعدی نباید پاسوز اراده نسل‌های قبلی شوند. بدبختی حرف همون را هم که امام می‌خوانیدش گوش نمی‌کنید و از رفراندوم فرار می‌کنید. شما گفتید عروسی‌های دربار پهلوی مراسم لوکس بود. کورید عروسی مجلل کسان خود را در اسپیناس نمی‌بینید؟ نکند شمخانی هم از سران رژیم پهلوی است. شما نه فقط هر چه گفتید دروغ بود که بدبختی همه دروغ‌هایتان را به اسم خدا گفتید. شما با کوهی از دروغ به اسم خدا دین را بدنام کردید. آقایان، فرح هنوز زنده است. تا هست کاش حلالیت بطلبید از شهبانوی قلب ایرانی ها. به نظر می رسد در حالتی که کشور به بنبست رسیده بسیاری اولین قدم را بازگشت به پهلویسم می دانند. حکومتی که شاید کامل و بی‌نقص نبود اما عاشق ایران بود. به نظر شما مردم ایران و معدودی از حکومتی ها که شاید هنوز ایران را دوست داشته باشند حال چه خواهند کرد؟ من و شما و بقیه آحاد جامعه که آقا وزیر وزرا نبودیم، رئیس جمهور نبودیم، وزیر امور خارجه نبودیم، رهبر نبودیم، سران رژیم نبودیم، کارگزاران رژیم نبودیم، اختلاس نکردیم، دزدی نکردیم، غصب نکردیم. خب اونایی که این کارا رو کردن الان گه زدن، خودشون هم وسطش نشستن، کاسه چکنام هم دستشون. خب حالا ما ملت ایران نشستیم به انتظار چی؟ چقدر بدبختی به سرمون بیاد، چقدر مشکلات برامون درست کنن، چقدر ما رو تغییر کنن. نشستیم این ببینیم که خودش خشک میشه میفته تا ما حرکتی نکنیم، دستی بالا نزنیم، دستمون نزنیم رو زانمون بلند نشیم. آش همی آشه، کاستم همی کاسته است. ممنون از همراهی شما با ما در این گزارش. اگر تلاش کوچه را برای افروختن چراغی در دل تاریکی دوست دارید، لطفاً ویدیوها را لایک کنید، نظراتتان را روی دیوار کوچه بنویسید، کوچه را سابسکرایب کنید و برای حمایت مالی از دکمه‌های تانکس و جوین استفاده کنید. سپاس.